هلو کامپتریت و یا سلام هموطن، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگه به درس هشتم. دوستای گرامی، درس هشتم ما شما درباره چی است؟ ریگل د کانجیگاسیون، قوانین کانجیگاسیون و یا قوانین ترکیب. دوستای گرامی، قوانین ترکیب چه قسم پیش می رود، چه قسم ما شما استفاده میکنیم، بیاین که یاد بگیریم. در این درس دوستای گرامی به شما البته از هر گروپ فعل یک نمونه داده شده. قسمی که شما میفهمین هر زبان از خود قوانین داره و قوانین از او از خود باز هم دیگه قوانین دارد. پس در فرانسوی افعال سه گروپ است، با سه گروپ تقسیم شده یا سه گروپ دسته‌بندی است که گروپ نخست، دوم و سوم است. زمانی که شما گروپ اول اگر ترکیبش میسازین یک قوانین است، اگر گروپ دوم میسازین دوم قوانین است، اگر سوم را میسازین سوم قوانین است. پس بیاین که آغاز کنیم ببینیم که چه قسم استفاده می شود و چه قسم پیش می رویم. ها دوستان، باز ببینین قسمی که به شما گفتم که از گروپ نخست به شما یک نمونه گرفته شده که اون نمونه چی است؟ پغله. پغله را شما خودتان بهتر میفهمین که چی معنا میده؟ سخن گفتن. زمانی که شما میگین که من سخن میگویم، چه قسم؟ je parle. je parle. je parle français. من فرانسوی سخن میگویم. je parle l'anglais. من انگلیسی سخن میگویم و یا گپ میزنم به این قسم. ولی ترجمهش دوستای گرامی، حتما هموطنهای ما شما انگلیسی خواندن و شما را در اینجا کموره میخوایم که توجه کنین. توجهتان میخوایم که جلب بسازم. زمانی که شما در انگلیسی صحبت میکنین و زمان حاضر گپ میزنین، دو قسم نظریاتتان میخواین پیشنهاد کنین و میشه پیشنهاد کنین که او چی است که یکی simple present است و یکی present continuous است. زمانی که شما در simple present گپ میزنین I speak میگین و اگر در زمان present continuous گپ میزنین I am speaking. ولی در زبان فرانسوی این موضوع وجود نداره. درست است؟ خوب متوجه باشین. به هر دو زمان، چه زمان simple present گپ میزنین و یا این که شما در زمان present continuous سخن میگوین، هر دویش je parle. je parle. شما این قسم ترجمه میتونین که من سخن میگویم و یا ای که من در حالت سخن گفتن هستم. هر دویش درست است. در موضوع گرامریش دوستای گرامی ببینید، برای کانجیگزم به شما در نخست تمام اینها را در این قسمت به شما نمایش داده شده که ایست، ES است، باز هم ایست، ONS، EZ و ENT. پس این خب مجموعه بر شما گرفته شده که چه قسم قوانین عملی کنین. ولی بهترش این است که شما اگر این کلام یاد بگیرید. این کلام گرامریش است. پس همراه ژ چی استفاده میکنین؟ ای استفاده میکنین. مثل که اینجا به شما استفاده شده ژ پغل، در آخر میبینین که چی استفاده شده؟ ای. سوژه دوم تو پغل، تو پغل، اویایی که چو پغل، چو پغل، چو پغل. You speak، شما نخیر، تو گپ میزنی و یا که تو سخن میگویی. اگر در present continuous میگین you are speaking، شما در حالت سخن گفتن هستی. ببخشید، تو در حالت سخن گفتن هستی به این قسم. و گرامریش es در این قسمت به شما نمایش داده شده. بعدا ال استک، ایل استک و آن استک. el parle، elle parle، il parle، il parle او on parle، on parle. چه قسم؟ he speaks، she speaks، it speaks. اگر میخواهید که بگوین که در زمان حال جاری باشد، بازو چه قسم؟ he is speaking، she is speaking، it is speaking. او سخن میگوید یا او خانم سخن میگوید و یا ای که او خانم در حالت سخن گفتن است و یا ای که او آقا در حالت سخن گفتن است. ال، ایل، آن چی استفاده میشه دوستا؟ ای.
بعدا نوستک نو پاغلون نو پاغلون نو پاغلون ما صحبت میکنیم و یا ما سخن میگوییم و یا گپ میزنیم. درست است؟ we speak ما سخن میگوییم. و اگر بگوییم we are speaking ما در حالت سخن گفتن هستیم، ما در حالت گپ زدن هستیم. همراه نو چی استفاده شده دوستا؟ ons. بعدا وستک وہ پغله you speak تو سخن میگویی و یا که you are speaking. ببخشین البته تو نیست، شماستک، به خاطر که اینجا رسمی گپ میزنیم. شما گپ میزنین و یا ای که شما در حالت گپ زدن هستین. امرای وو چی استفاده شده دوستا؟ ای و زد. بعدا else و ایلزس. درست است؟ فایل بعدی ما چی هست؟ الزس و ایلزس. else پاغلو، else پاغلون یا ایلز پاغلون. they speak اینها گپ میزنن و یا اینکه اینها در حالت گپ زدن هستند. همراه else و ایلز چی استفاده شده دوستا؟ ent. معذرت میخوایم که در تایپینگ از ما اشتباه شده و ant نوشته شده. این چیز است دوستا. درست است؟ معذرت ما رو بپذیرین، ما انسان هستیم، بعضی اوقات اشتباه میشود از ما. درست است؟ خب این کانجیگیزم و یا ترکیب گروپ نخست بود. میریم به طرف گروپ دوم. گروپ دوم دوستای گرامی چی است؟ و ای است که فینیخ از گروپ دوم یک نمونه به شما گرفته شده که چه قسم کانجیگیزم میشه. شما میبینین که یا اس به خاطر ژ، به خاطر تو اس، به خاطر ال ایل و آن تی، به خاطر نو ISSONS، به خاطر وو ISSEZ و به خاطر الز و ایلز چی؟ ISSENT. درست است؟ و بیان که مثال ها را کار کنیم. je finis je finis je finis I finish من خلاص شدم یا خلاص می شوم. درست است؟ اگر در حالت present continuous میگیم je finis I am finishing من در حالت خلاص شدن هستم یا در حالت تمام کردن کار هستم. درست است به این قسم. پس امرای ژ چی شده؟ اس استفاده شده. زمانی که تو و یا چو استفاده میکنی باز هم چو فینی چو فینی چو فینی. چه قسم؟ you finish تو خلاص میکنی و یا ای که you are finishing شما در حالت تمام کردن هستین و شما در حالت خلاص شدن هستین. درست است؟ پس همراه تو چی استفاده شده؟ از استفاده شده. بعدا ال استک، ایل استک و آن است. الفینی یا ایلفینی و یا اینکه آن فینی. he finishes she finishes it finishes. درست است؟ و آقا خلاص می شود و خانم خلاص می شود و یا کارش به تمام می رسد و یا اینکه he is finishing و یا she is finishing. با این معنا که او آقا در حالت تمام کردن از او موضوع و یا کار یا هر چیزی که هست در ادامه جمله میتونین بگویید. خب دوستای گرامی از او به بعد ما شما چی داریم؟ نو فینیسیون نو فینیسیون we finish ما خلاص میشیم و یا تمام میشیم و ای که we are finishing ما در حالت خلاص شدن هستیم و یا در حالت تمام کردن هستیم. درست است؟ این موضوع که تمام کردن است و یا خلاص شدن است شما میتونید که در آخر جمله هم موضوع را بگذارین. درست است؟ کار است یا هر چیزی که است.
خب همراه نو ما شما چی استفاده کردیم دوستا؟ ISSONS یک قسم. از او به بعد وو داریم. وو فینیسه، وو فینیسه، وو فینیسه. یو فینیش، شما تمام کردین، تمام میکنید. و یکی که you are finishing، شما در حالت تمام کردن هستید. همراه وو دوستا چی استفاده شده؟ ISSEZ. و در آخر else finisse، else finisse، else finisse یا else finisse. they finish، اینها تمام میکند. و یا they are finishing، در حالت تمام کردن هستند. ال و ایلز چی گرفته دوستا؟ ISSENT قسم ازی. درست است دوستای گرامی؟ پس هی نمونه از گروپ دوم بود. بریم به طرف گروپ سوم. prendre، prendre. خود دوستای گرامی prendre خب میفهمین که مصدر است به معنای ازی گرفتن، ولی شما تا والی این را در جمله استفاده نکنین. زمانی که شما در جمله استفاده میکنین ترکیبش به شما هدایت داده شده. تشویش نکنین، به شما طریقه آسان یاد میدیم که با چه قسم شما با آسانی هر لغت پیدا کنین. شما میتونید که اپلیکیشن های کانجیگیزن در تلفن هایتان دانلود کنین و یا ای که در براوزرتان تیار سایت باز نگاه داشته باشین. بعضی اوقات است که شما میتونین که یاد بگیرین، آسان ترین طریقه است که چیز تشویش نکنین. درست است؟ خب پران طور معمول باز هم سوژه است، ورب است، انگلیش ترانسلیشنش است و دریش به شما من میگویم. و اینجا موضوع گرامریش که چه قسم استفاده میشه. بازم دوستا ببینین موضوع گرامریش اینجا به شما نمایش داده شده که S DS و یا این که X و یا X و S DS و یا این هم که X T و یا ای که D ONS EZ ENT. پس این فرق میکنه دوستای گرامی. بعض جایا شما باید یگان چیزا رو کم میخانیکی یاد بگیرید. خیر اگر یادم نگرفتین کانجیگیزم صرف همه قدر همین موضوع رو که یاد بگیرین که چه قسم شما یک موضوع و یا اما خود فعل یاد بگیرید، مشکل شما حل است. درست است؟ چون که شما زبان مادری تا نیست، چقدر که مثلا صرف همو فعل در یک جای استفاده کنین، طرف مقابل میفهمه که شما درباره کدام موضوع صحبت میکنین. پس بیاین که شروع کنیم به مثال های ازی. Je prends، je prends، je prends، je prends، je prends. چه قسم؟ مثلا je prends le stylo، من قلم را میگیرم. به این قسم I take، من میگیرم. و یکی I am taking، من در حالت گرفتن هستم. درست است؟ پس همراه ژ چی استفاده شده؟ اس. بعداً tu prends، tu prends یا tu prends فرق میکنه، مهم نیست که هر رقم شما تلفظ کنین او مربوط شما میشود. درست است؟ tu prends یا tu prends یک موضوع است. you take شما میگیرین و یا که you are taking شما در حالت گرفتن هستین. همراه to دوستا چی استفاده شده؟ ds و یا این هم که s. اگر ال باشه، ایل باشه و آن باشه تنها دی میگیره. ال prend، ال prend یا ال prend، il prend، on prend. he takes، she takes، elle takes، it takes بخشین. و اگر بگوین به انگلیسی he is taking، she is taking و یا هم it is taking. درست است؟ که همراه ال، ایل، آن شما چی استفاده میکنین؟ دی و دی. بعدا نوس، نو پرنو، نو پرنو، نو پرنو. چی مطلب؟ we take، ما میگیریم. و یا اینکه we are taking، ما در حالت گرفتن هستیم. همراه نو دوستای گرامی چی استفاده شده؟ ons به این قسم. بعدا است وو به معنای چی؟ شما. اینجا تو به معنای تو بوده و اینجا وو زمانی که شما رسمی سخن میگویید. vous prenez، vous prenez، vous prenez. you take،
شما میگیرید و یا ای که شما در حالت گرفتن هستین. You are taking به این قسم. همراه وو دوستا چی استفاده شده؟ ای زد. و جمله و یا کلمه و یا مثال آخری که هستک else و ایلز هستک. else بخوان، else بخوان یا ایلز بخوان. They take آنها میگیرد و یا they are taking آنها در حالت گرفتن هستند. درست است؟ else و ایلز چی استفاده شده؟ END. پس دوستای گرامی تمام قوانین که ما شما اینجا استفاده کردیم اینها زیادتر به همین موضوع استفاده می شود. این تمامی موضوع کانجوگیزم بود که با مثال ها با شما واضح ساختم. حالا از هر سه گروه به شما یک نمونه نشان دادم و یا ای که تشریح کردم. از این به بعد مسئولیت شماست که چه قسم میخواین که پیش برین و چه قسم شما میخواین که علمتان اضافه کنید. بیاین که پیش بریم که سلاید بعدی چیست. خب دوستای گرامی در این سلاید به شما verb in French with dairy in Pashto meaning. حالا به شما بعض فعلای ابتدایی را گرفته ایم که بیخی ابتدایی است ولی مهم است که روزمره شما دایی صحبت میکنید. باید اینها را بفهمید. به طور مثال to eat. دوستای گرامی to eat هم میفهمین که این مصدر است. باز هم کدام دوستای ما با مصدر نمیفهمه، با کدام موضوعات که نمیفهمین مهربانی کنین. بازم از شما خواهش میکنم بریم یک بار خیر یک ساعت نیم ساعتتان ضایع کنین درسای گذشته را یک بار ببینین. درباره تمام موضوع شما پوره میفهمین. پس اینجا باز هم به صورت امکان در لینک و یا در دسکریپشن از این ویدیو بر شما مصدر ویدیوش براتون لینکش میندازم. هر دوست ما که میخواد که باز هم یک بار ویدیو رو ببینه یک کلیک کنین مستقیم به اونجا میروید و او را باز هم مرور کنید. درست است؟ خب to eat یک مصدر است به معنای چی؟ خوردن. ولی تا بالا به جمله استفاده نشده نه؟ پس ایره چی میگه؟ مصدر میگه. دیگه معلومات بیشترش شما میتونید که با ویدیو بخوانید. حالا با فرانسوی چی میگه؟ manger 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 manger. اگر من میگم که من میخورم je mange je mange je mange de gâteau. چی میکنم؟ من کیک میخورم. je mange de pomme. من سیب میخورم. به این قسم. to speak سخن گفتن parle. شما مثالش فکر میکنم که قبلا هم کار کردیم. parle با چی معنی؟ سخن گفتن. پس اگر بگوین که من دری سخن میگویم چه قسم؟ je parle dari je parle l'anglais je parle français. به این قسم. هرگاه شما بگوین to wash wash چی معنی؟ شستن. شستن در فرانسوی چی میگن؟ laver laver laver. از او بعد دیگه فعل که داریم یک چیز to accept. to accept چی رو میگه؟ accepte accepte accepte. چی معنی؟ یک چیز را قبول کردن. درست است؟ مثال شما میگین j'accepte ta invitation ta invitation. من invitation و یا ای که دعوت شما را قبول میکنم. به این قسم. to pass to pass چی معنی؟ پسه پسه پسه. چی؟ عبور کردن عبور کردن. to ask to ask سوال کردن. درست است؟ چی میگیم به فرانسوی؟ دیمانده دیمانده دیمانده. اگر شما میگین که من از تو میپرسم je te demande je te demande. من از تو میپرسم. به این قسم. to give دادن. چی میگین به فرانسوی؟ دونه دونه دونه. چه قسم میگیم؟ je donne l'argent je donne l'argent. مثلا پول به کسی میدی نه؟ به این قسم. to find پیدا کردن. چی میگین به فرانسوی؟ trouver trouver. مثلا یک آدرس هم میپرین je trouve cette adresse je trouve cette adresse je trouve le métro. من پیدا میکنم چی را؟ مترو را. به این قسم. to watch to
تو واچ مانو تماشا کردن. regarder regarder regarder. پس regarder برای تلویزیون و برای بعضی چیزا رو که شما تماشا میکنین استفاده میشه. مثلا je regarde la télé. je regarde la télé. tu regardes la télé. به قسم to arrive چی مانو؟ arriver 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 چی مانو؟ رسیدن به یک جای، به یک قسمت که شما میرسین. به طور مثال با کسی به شما زنگ میزنه، شما یک دقیقه بودن j'arrive 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 من میرسم. j'arrive à la bureau au bureau ببخشید j'arrive au bureau من به دفتر میرسم. به این قسم صحیح است. j'arrive à la gare من به گر میرسم. به این قسم درست است. دیگه دوستای گرامی، بسیار فعلای ابتدایی و بیخی قدم نخست است که شما میتونین که از این استفاده کنین. از این به بعد طور معمول شما چیزی که در کانکلوژن میبینین، یکی این موضوع به شما گفته میشود که PDF از این درس در دیسکریپشن می باشه، شما میتونین دانلود کنین و پرکتیس کنین. یک موضوع دومی به شما این سه لینک گرفتیم میبینیم و استفاده میکنیم که چه قسم استفاده میشه. پس بیاین که طریقه استفاده دیره به شما نشان بدهم. شما این قسم میاین بالا از کلیک میکنین، کپی کردن خو یاد دارین و یا کپی بگیرین. فکر میکنم که قبلا ما باز کردیم ولی باز هم اثر به شما کار میکنم که شما بلد شوین. میاین به اینترنت و میخواین که در اینجا از استفاده کنین، پیستش میکنین. ببینین اینجا زبان ها تمامش به شما داده شده، از هر ملک زبانش هست. درست است. جرمنی میخواین، مثال اسپانیش میخوانین، انگلیسی میخوانین و یا ای که فرانسوی. چون که اینجا فرانسوی است قبلا به شما زبان ما انتخاب کردیم، فقط لینکش شما پیست کنین به شما اینجا میاد. به طور مثال شما ببینین این بعضی لغت هاست که ما شما وقت خواندیم نه. پس بیاین که یکیش از اینها انتخاب کنیم ببینیم که همون قسم است و یا خیر. ببینین درباره هر زمان و شما اینجا کانجوگیت شده تیار. present présent imparfait futur passé simple passé composé و پلوس که parfait. پس ما شما حالا فعلا با چی کار داریم؟ با présent. ما شما این موضوع را میخوانیم. پس ببینین که آیا همون قسم است و یا یک چیزی که ما شما درس خواندیم. je suis tu es elle est او یا il est nous sommes vous êtes elles ont. درست است. پس به عین موضوع شما میتونید که به این قسم پشت سر برین، از اینها انتخاب کنین و اگر میخواین که کدام لغت خودتون بنویسین در اینجا بنویسین. تمام. یک لینک دوستای گرامی، لینک دومی اینجا به شما داده شده، باز هم ای را کلیک کنین، کاپیش بسازین و بیاین اینجا در تپ نو بازش کنین. ببینین باز طور معمول قسمی که به شما گفتم که فرانسوی به شما اینجا انتخاب شده، ببینین اینجا فرانسوی براتون انتخاب شده. اگر بازم انتخاب نبوده که اینجا ببینین بالای بیرقش انتخاب کنین. ببینین اینجا کدام لغاتی که 100% بسیار مشهور است و روزمره ما و شما ضرورت داریم اینجا به شما داده شده. در حدود 150 لغت خواد باشه. دوستای گرامی این امکان نداره که درباره هر لغت به شما کانجوگیت جور کنم، به خاطر که به شما خسته کن میشه، به ما نیز خسته کن میشه و فکر کنین که وقتتان ضایع میکنه. پس بهترش امی است که حالا به شما طریقش نشان دادیم، طریقش به شما دگام میگیم که چه قسم کار کنین و خودتان پرکتیس کنین. یک هفته بسیار وقت است که شما مهربانی کنین، اگر زیادش یاد نمیگیرین اما قدر یاد بگیرین که مثلا اووغیغ چی مانا ماتناش باز کردن. درست است. یا مثال کامخوند چی مانا فهمیدن، غیغ خنده کردن، غمت دوباره ماندن و یا ای که غجواند یک جای شدن. پس بالای هر کدام از این که به طور مثال فکر کنم رندملی بالای هر کدام از این که مثلا ماندم یک ماوس باز میشه. ببینین اینجا به شما امو لینک قبلا واره عین موضوع است، پرزنت و یا پرزان، پاسه کمپوزی، امپرفه، پلوس که پرفه، پاسه سمپل و پاسه انتقیر. فعلا درس ما شما بالای پرزانت است نه. پس میگن je pense, tu penses, elle pense, nous pensons, vous pensez, elles pensent. درست است. هر لغت دیگره که کار دارین بیاین به اینجا به طور مثال میگیم چی؟ aimer
درست است؟ دوست داشتن. پرزنتش اینجا ببینین، اینه پرزنتش جیم، تویم، الم، نویمون، ویمی، الزمون. به طور مثال من دوست دارم، تو دوست داری، او خانم و یا او بچه و یا دختر دوست دارد، ما دوست داریم، شما دوست دارین، اینها دوست دارن. به طور مثال کدام فعل دیگر شما کار دارین؟ فکر کو که برای ابواق ماندم که چی؟ ژ، تو، ال، نوزمون، وزوی، الزام. درست است؟ پس این طریقه بسیار آسانش بوده که ببینید اینجا معنای انگلیسیش نیز به شما داده. ببینید ابواق چی معنی؟ to have. ولی به شما چی نشان داده؟ به ما گفته شده که این مصدر است to have و این کانجیگیشنش است. کانجیگیشن و یا کانجیگیشن. درست است؟ لینک سومی را دوستای گرامی که اینجا به شما به نمایش گذاشتیم، شما برین کپی میکنین و میایین با در تب نو باز میسازینش و برین ببینین که درباره چی موضوع است. موضوع ازی گفته شده که first group verb، second group، third group. گروپ نخست، دوم و سوم. یک قسم پایین بیاین. در اینجا برای شما گفته شده که verb یعنی first group، گروپ اول. شما زمانی که کانجوگیت میکنین در زمان پرزنت از چی استفاده میکنین؟ از ای. چیزی که به شما در سلاید گفته بودم که ای، ای اس، ای او ان اس، ای زد و ای ان تیز. اگر شما گروپ دوم میخواین که دربارش معلومات بگیرین، به این قسمت میاین دوستا. ببینین در زمان حاضر چی است از استفاده میکنین در کانجوگیزمش. درست است؟ و اگر میخواین که درباره گروپ سوم معلومات داشته باشین، ترد گروپ فعل یا گروپ سوم فعل ها، ببینین چی استفاده شده یا استفاده شده. درست است؟ دیگه دوستای گرامی این معلومات بود درباره کانجوگیزم که به شما ارائه شده. پس این تمامی معلومات بود. یک درس دیگه ما شما داریم درباره کانجوگیزم که او چی است؟ او رفلکسیو ورب و یا ای که غفلشی. البته او فعلای است که ما شما میگیم که من این کار را خودم به خودم میکنم. به طور مثال میگی که من خود را میشویم. پس این کار کی میکنه؟ خودت خود را میشویی نه؟ پس درباره از یک موضوع و یا یک درس دیگر باقی مانده و دیگر ما شما از فعل و یا ای که از ورب خلاص میشه درس ما به تمام میرسه. دیگه باز هم دوستای گرامی، هر شنونده و یا هر دوست ما که اگر نو به چینل ما آمده، خوش آمدین. چینل همراهتان سابسکرایب کنین تا که از درس بعدی محروم نمانید و از دوستای گذشته تقاضا میکنیم همراه هموطنای ما شیر کنین تا که همه هموطنای ما از این درس ها مستفید شود. دیگه شما را در اینجا با خدای یگانه میسپاریم. خدا حافظ و نگهدارتان.